میرسیم به رسم الگوی یگ آمریکایی. یگ آمریکایی رسمش دقیقا مثل یگ آرشال هستش، با این تفاوت که قسمت خارجی یگ مدلش فرق میکنه. یعنی به این صورت نیم سانت از سرشانه در قسمت جلو و پشت روی خط سرشانه علامت میزنیم. بازی یگ رو رسم میکنیم روی خط مرکزی به اندازه 10 سانت. بازی یگ رو علامت میزنم. دکمه خور رو 2.5 الی 3 سانت بهش اضافه میکنم. خط سرشانه رو به این صورت امتداد میدم. 8 الی 8.5 سانت موازی با خط سرشانه یه خط فرضی رسم میکنم. الگوی پشت رو طوری مماس با الگوی جلو قرار میدم که در قسمت انتهای یگه به این صورت روی خط سرشانه قرار میگیره و این سرشانه میفته روی این 8 الی 8.5 سانتی که علامت زدیم. کپی میکنم روی کاغذم قسمت پشت رو. بچه قسمت پشت هم از خط سرشانه نیم سانت بازش کردیم یگه رو. سی بی رو مشخص میکنم. 2 سانت روی خط سرشانه میزنم امتداد سرشانه. 3 سانت روی این خط. به صورت منحنی به همدیگه وصل میکنم. خط شکستم رو در امتداد همین طوری رسم میکنم که از این نقطه بازی یگم بگذره و بیفته روی دکمه خور. این شد خط. حالا پهنای یگم رو 4 تا 8 سانت علامت میزنم. روی خط سرشانه هم علامت میزنم با منحنی به هم تا اینجا. با یگ آرشال یکیه. از اینجا هم نیم سانت میام پایین و به این قسمت وصل میکنم. خب تا اینجا شد مثل یگه آرشال. حالا راهی لبه خارجی الگو به این صورت عمل میکنیم. برای دوستان مبتدی این رو میگم، این خط شکست رو نصف میکنیم. خب وصل میکنم به این خط. میتونیم به صورت صاف رسم بکنیم و یا اینکه یه مقدار به صورت انحنا به سمت داخل به این صورت و از این نقطه هم وصل کنم به اینجا. این میشه یگ آمریکایی ما. برش میدم. پهنای یگه هم در این قسمت دلخواه هستش. میتونین مثل بالا رسم بکنیم، میتونین کمتر بگیرین، میتونین بیشتر بگیرین، کاملا دلخواه. از این قسمت هم 2-3 سانت گونیا میکنیم. خب از این خط شکستم بخوایم تا بزنیم به این صورت میشه یگم.
این هم برمیگرده سمت پشت به این صورت. این میشه شکل های یقه. سجافش هم مثل سجاف یقه آرشال به اندازه دکمه خور به اضافه 1 سانت از خط مرکزی داخل میشیم، علامت میزنیم. در قسمت بالا هم از سرشانه 4 سانت و به این صورت رسم میکنیم و سجافش رو کپی کرده جدا میکنیم.